تراکتور و رده چهارمی فولاد. ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اولین فرصت رو برای تراکتور ببینیم. حسین زاده پاسش برای ترابی، فرصت برای تراکتور و دروژک دروازه رو باز میکنه. گل تراکتور، فرصتی که در نیمه اول ساسان انصاری نزد، در نیمه دوم روی یک همکاری تیمی فوق‌العاده دروژک کار رو تمام کرد. چه مثلثی ان ترابی، حسین زاده و هاشم نژاد و هواداران خوشحال تراکتور که خیلی زود در نیمه دوم روی این پاس بی‌نظیر مهدی ترابی فرصت در اختیار دروژک قرار گرفت و به این شکل با این ضربه دقیق دروازه رو باز کرد. یه پاس گل به نام مهدی ترابی ثبت کنید تا بشه 8 پاس گل در صدر جدول پاس گل ها قرار بگیره و دروژک که